سلام به برابکس همیشه در صحنه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من احسان هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه در کانال یوتیوب من. خب بکس بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. قبل از اینکه ویدیو رو ببینیم خواستم یه توضیح بدم. همونطور که تو ویدیو قبلی گفته بودم، ویدیوهایی که از الان به بعد قراره ضبط کنیم یه خورده متفاوت تره. حالا کتونی جدید اگه به دستمون برسه یا عرضه بشه ما بخریم، اینجا آنباکس میکنیم با هم دیگه نگاش میکنیم، ولی قرار شد که ویدیومون یه خورده تغییر بدیم و امروز هم قراره که اینترویویی که عمو مارک داشته با یکی از یوتیوبر یا بچه‌ای که تو اینستاگرام فعالیت میکنه، آلمانی هستش، که عمو مارک رو اینترویو کرده در مورد این 6 تا کتونی که اومده بیرون. امروز با هم دیگه ویدیوشون رو ببینیم. به زبان آلمانی هست. من تا جایی که میتونم اینجا ترجمه میکنم. قرار بود که کلا زیرنویس بکنم واسه شما، ولی خب یه خورده زمان بره. من استاپ میکنم، ترجمه میکنم و این ویدیو هم مخصوص بچهای ایران هستش دیگه. حالا میتونم ببینم بچه‌ای هم که اینجا زندگی میکنن، تازه اومدن، زبان آلمانیشون در اون حد نیست، میتونن ببینن و استفاده کنن و نظرشون آخر ویدیو برامون تو کامنت ها بنویسن. یادت نره قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم کانالمون رو حتما سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید، زنگ بزنید که هر موقع ویدیو جدید گذاشتیم بهتون اعلام بشه یا اینکه خبر بیاد واسهتون احسان ویدیو جدید گذاشته. بریم ببینیم. 20, wir sind halt im 24. Was überhaupt nicht schlimm ist. Wir nehmen das auch nicht auf die Schippe und wir genießen einfach die Zeit und zelebrieren jetzt die Produkte. Soll ich denn mal hier... Ja, bitte. Man soll ja keine Schuhe auf den Tisch stellen, aber beim Oshun-Podcast ist es erwünscht und erlaubt. Alles klar. البته این ویدیو اولش یه خورده طولانی بود، ولی خب من کوتاه کردم، از موقعی که کتونیا رو میاره نشون میده آوردم. قبلش داشت صحبت میکرد در مورد حالا که چجوری شد که این کتونیا رو کلا تولید کردن. سال 2020، 3 سال قبل از اینکه تولد 20 سالگی اوورکیل باشه، 2023 تولد 20 سالگی اوورکیل بود. 20 سال 2020 به فکر افتادن که با آدیداس این همکاری رو بکنن، این کلاه رو داشته باشن و کتونیا رو براشون فرستادن. حالا اون مدلی که میخواستن در بیاد و فرستاده بودن، بعد به مشکل خورده بودن، واسه همین یه خورده دیر شد و 2023 نتونستن کتونیا رو ریلیز کنن و 2024 این اتفاق افتاد. ولی اینجا میگه که هیچ مشکلی نیستش، حالا چه 2023 بخواد باشه چه الان که 2024 هستیم، مهم اینه که اون کتونیمون که میخوایم عرضه کنیم با کیفیت بالا این کار رو انجام بدیم و کتونی حرفه‌ای باشه و مردم از ما راضی باشن و خود ما هم وقتی میبینیم کتونی رو لذت ببریم. Ich fange mal so Stück für Stück an. Ich werde auch mal kurz hier das gute Stück in die Kamera zeigen. Und zwar handelt es sich jetzt hier um den ZX 6000 für die da draußen, die noch nicht ganz so informiert. ZX 6000 خط آبی رو الان واسمون آورده یا اینکه آبی رو واسمون آورده، باید توضیح بده در موردش. Sind und heute vielleicht Fan von der Silhouette werden können. Ich gehe mal auf schnelle Easy Details ein, dann lege ich den Schuh mal gleich wieder zur Seite. Wo wir natürlich mega happy sind, ist, dass wir auch wieder unsere Graffiti-DNA mit ins Spiel bringen wollten. Das heißt, wir haben unser eigenes Logo abseits von unserer CI-Font umdesignt und in so einer Graffiti-Tag-Font nachempfunden. میگه این چیز خوشحالیم که تونستیم لوگوی خودمون رو، بچهای اوورکی کلا قدیم گرافیتی، کار گرافیتی انجام میدادن دیگه، کلا نقاشی رو دیوار اینا رو انجام میدادن و بچه‌ای که تو برلین رفتن خرید کردن ازشون حتما دیدن یه گوشه مغازه کلا مخصوص این کار هست، اسپری میفروشن و واسه همینم روی این کتونیا کلا اسپری هم بود. مثلا روی خط آبیش اسپری آبی داشتیم، مشکیش اسپری مشکی و روی اکومنت خط نارنجی هم یه اسپری رنگ نارنجی داده بودن. Sieht man im Hier-Bereich zum Beispiel unser Quote, das ist unsere Bildmarke. پشتش لوگوی خودشون داره نشون میده. Und haben zum Beispiel auch das Logo schön zu sehen oben auf der Zunge. Haben wir halt so ein 20 Jahre Overkill-Logo entworfen. Auch gedeckt, schöne Graffiti. روی زبونش هم که لوگوی 20 سالگی رو زدن، 20 سالگی تولد 20 سالگی اوورکیل و به صورت گرافیتی دیگه، به صورت گرافیتی. مثلا رو دیوارم بخوان گرافیتی بکشن عدد 20 این سبکی میکشن که اینا هم روی زبونه کتونی انداختم و زیرش هم که اوورکیل نوشته. حالا این جایی که داره نشون میده بچه‌ای که تو ایران هم هستن زبان آلمانی بلد نباشن متوجه میشن در مورد چی میخواد صحبت کنم. Das ist nicht ganz selbstverständlich, weil viele gehen immer an ihrer CI-Font nicht ran. Also Logo muss Logo sein, ist unberührt. Ich bin da total einfach, wenn es das Projekt hergibt, auch mal ein Let's go. Ja, genau. Let's go, Guerilla-mäßig. Und ein schönes Blau drauf. Solche Details. میگه خیلی از برندها هستن که مثلا لوگوشون خیلی واسهشون مهمه،
دوست ندارن تغییر توش ایجاد بدم، ولی خب واسه من مهم نیست. یه کاری که میخوام بدم بیرون، یه کلابی که میخوام بدم بایستی که خفن باشه. واسه همین من کلا دست میبرم توی دیزاین و اینا، تغییر بهش میدم که باعث میشه یه کار خفن تر در بیاد. Haben wir dann auch auf den Lacex verbaut. Lacex haben wir auch in mehreren Farben bei den verschiedenen Sets mit dabei. پلاک های بند رو میگه Und ja, wenn man ازش زیاد blinker زدیم. rechter Schuh, wir haben halt auf der einen Seite haben wir halt das Overkill-Logo. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Adidas Trefoil drauf. نه اون سمت راستش لوگوشونه، سمت اون ورش عدد 20 بود دیگه پشتش. هک کرده بودم. Ja, links und rechts immer ein bisschen Diversität, haben das Ganze auch nochmal im InSock drin. Ansonsten ist der Schuh relativ schlicht. Wir haben auf der Torschenbar unten noch unser Logo raufgeprintet. میگه در کل کتونی چیزی ساده ایه، einfachیه، ساده ایه و حالا با اینکه کلی روش کار کردم بازم میگه ساده دمش گرم. Was auch noch so ein kleines Design-Detail ist. Ansonsten ist der Schuh relativ schlicht. Und zwar abseits von den Collabs, die wir vorhin besprochen haben, mit all den bunten Facetten und Ideen, habe ich mich nach dem letzten Projekt, den wir auch mit Adidas umgesetzt haben, die auch immer sehr wild und sehr laut waren, diesmal so nach dem Motto Keep it simple. Das heißt, ich habe so ein bisschen geguckt, auf wo kommen die Produkte her aus Anfang der 90er. میگه آخرین کاری که با آیداس داشتیم فکر کنم 8500 رو میگه خیلی رنگی توش بود، خیلی یه جورایی زیاد بود دیگه، رنگ توش زیاد بود. میگه این سری نگاه کردم ببینم که مثلا کلا داستان کتونی چیه، از کجا میاد و اون زمان که مثلا بوده، زمان حالا اینجا توضیح میده بهتون مثلا ترجمه میکنم. میگه نگاه کردم ببینم که اون سادگی خودشو داشته باشه و در حین حال خفنم باشه، نه اینکه حالا فقط ورداریم همینجوری رنگ بکنیم توش. Wurden sie damals designt, immer mit einer Kontrastfarbe, relativ schlicht, also weiß, graue Akzente, Kontrast in dem Fall hier. میگه مثل کتونی قدیم، میگه مثل کتونی قدیم خیلی ساده و خیلی راحت بودن به اصطلاح. راحت نه نظر اینکه مثلا پا بزنیم راحت، یعنی اینکه رنگش نرمال بود و ساده. Dieses knallige Cyanblau, Babyblau kann man es schon nicht ganz nennen. Der ähnelt halt sehr stark auch einem ZX 5000, ZX 4000, also میگه این رنگ آبی که الان مثلا تو این کار کردیم مثل رنگ ZX 5000 و 4000 یه جورایی، یعنی یادآور اون ZX هست. auch Elemente von OG ZX-Modellen, die es gibt, ähnelt dieser Schuh sehr stark. Ja, und wir haben dann probiert, unsere eigene Note noch einzubringen. So schöne Details wie jetzt auch mal Torschenbar hier an der Seite noch T-Boss, M-Boss reingeprintet. تورشن که بغلش کار کردم و اون سه تا خطی که خطی که رنگ کشیدن روش، رنگ زدن، رنگ آبی. میگه کارهای ما انجام دادیم که خود آدیداس کتونیایی که میده بیرون و این کارا رو روش انجام نمیده. حالا دلیلش رو نمیدونم چرا، یعنی خودش میگه دلیلش رو نمیدونیم چرا که مثلا آدیداس میتونه راحت این کارا انجام بده، مثلا همون اون سه تا لاین بغلش که رنگ آبی زده بودن یا حالا دیزاینای دیگه، ولی خب آدیداس انجام نمیده، ولی ما این کارو کردیم. Ich weiß nicht, ob das Kosten oder Geschmack oder was auch immer, aber Colab muss ja immer ein bisschen special sein und deshalb میگه آدیداس نمیدونم چرا انجام نمیده، شاید حالا موضوع مالیش باشه یا اینکه مد نظرش نباشه، حالا مثلا یه بخوایم معنیش کنیم این میشه مد نظر. kleine, aber feine Details, Graffiti-Font, Logo hier, da mal was angepinselt, wo man sonst bei Headline-Modellen halt nicht findet, dann ist das Ganze schon fertig. Für mich ist es sehr alltagstauglich, sehr clean, total, ja. sehr zeitlos. میگه این کتونی واسه من خیلی کتونی نرمالیه و میشه کل مثلا تمام روز پاشون کرد، یعنی کلا استفاده کرد توی روزهای نرمال عادی که مثلا میری بیرون، میری خرید، کلا میتونی پا بزنی و تمیز کردنش هم راحته. Und ja, das war quasi der Ansatz. Ja. ZX immer für mich favoritisiert in der Aftertow so ein shiny Pinstripe Mesh. Ansonsten Materialien, ein bisschen mehr Premium, schönes Nubuck. میگه زدیکس واسه من همیشه فیوریت منه. در مورد متریالی هم که تو این کتونی به کار رفته داره میگه خیلی با متریالای دیگه که خود آدیداس رو کتونیش استفاده میکنه فرق میکنه و خیلی خفن‌تره، یعنی جنسش بهتره، کیفیتش بالاتره
با کتونی دیگه که خود آدیداس به تنهایی میده بیرون، چون این کتونی کلاب میشه دیگه، مثلا بین اوورکیل و آدیداس میشه کلاب میشه. اینا مثلا طرحهای خودشون رو میفرستن. اول ویدیو داشت میگفتش مثلا ما خودمون میفرستیم، بعد اونجا مثلا نگاه میکنن، بعد برمیگردونن اون سمپلی که بهش میگن، برمیگردونن ما نگاه میکنیم، بعد وقتی که ما تایید کردیم اونا مثلا به خط تولید میرسونه و واسه همین کلی سمپل داشت که خب اینا تایید نکرده بودن. اول ویدیو میگه ولی خب خواستم ویدیوش رو ضبط کنم یه خورده طولانی میشه، گفتم شاید حوصله سر بره، ولی اگه دوست دارید اول ویدیو هم ترجمه کنم تو کامنت برام بنویسید، اولش هم مجدد با ضبط میکنم و ترجمه میکنم و اینجا براتون میذارم. Nubuck setzt sich schon nochmal von den Materialien von Inline-Modellen ab. Deshalb kleiner Colab-Aufschlag, exklusiv nur bei uns verfügbar, von den Materialien schon etwas wertiger, wie man es auf einer kommerzielleren Inline-Variante. اینجا هم باز دوباره گفتش فقط این کتونی که الان ما زدیم یه خورده چیز جنس و متریالش فرق میکنه، یه خورده ارزشمندتره و کیفیتش بالاتره و خود آدیداس وقتی کتونی تولید میکنه خب کیفیتش مسلما با اینی که ما الان زدیم خیلی خیلی فرق میکنه. Erwartet, auch hier hilfreich natürlich für uns die Opportunity für so ein 20 Jahre Anniversary, da kann man sich auch mal ein paar Materialien wünschen. میگه اینجا خب یه تولد 20 سالگی اون بود، ما فکر کنم اصلا این منظورش این بود که آدیداس مثلا قبول نمیکنه یه جورایی که مثلا تو بیای بگی آقا من اینو میخوام من اینو میخوام من اینو میخوام، میگه نه من قبول نمیکنم، ولی میگه چون تولد 20 سالگی اون بود ما دیگه اونجا تونستیم که بخوایم مثلا بگیم آقا ما اینو میخوایم چون تولد 20 سالگیمونه، آقا مثلا کنار بیا اینو واسه ما بزن. Sehr schön. Nach dem ZX6000 folgt der EQT. EQT بعد از ZX 6000 آبی اکومنت خط نارنجی رو آورد، ولی اینکه گایدنس اکومنت خط نارنجی گایدنس، ولی خب من اینجاشو ضبط نکردم و گفتم شاید خوره برای بچه‌ای که تو ایران هستن جذابیت نداشته باشه، چون اکومنت یه خورده تو ویدیو قبلی هم گفتم یه خورده طرفدارش کمه تو ایران و آلمانی‌ها بیشتر میپسندن. حالا اگه دوست دارید این قسمت اکومنت هم ببینید توی کامنت میتونید برام بنویسید، بعد من اول ویدیو با اکومنت رو ضبط میکنم، یه ویدیو سوا براتون میذارم. خب بکس، امیدوارم که از ویدیومون خوشتون اومده باشه. متاسفانه من ادامه ویدیو رو نذاشتم چون دوست دارم بچه‌ای که از ایران هم نگاه میکنن، چون شرایط اینترنتی تو ایران واقعا سخته، بتونن ویدیو رو نگاه کنن، ویدیو کوتاه باشه. همین الانش نزدیک 15 دقیقه شده و تلاش میکنم ویدیوی بعدی رو براتون بذارم و آنچه خواهید دید در ویدیو بعدی هم آخر این ویدیو هستش. ببینید چون در مورد ZX های فرندم فامیلی قراره صحبت بکنه، تعدادشون رو بهمون بگه، بعد ازشون تولید شده و ویدیو خیلی جذابی قراره بشه. این ویدیو رو ببینید، نظرتون رو حتما تو کامنت واسم بنویسید و کانال رو یادتون نره سابسکرایب کنید و من به دوستاتون معرفی کنید. تو ویدیوی بعدی منتظرتون هستم. تلاشمو میکنم که تا آخر این هفته ویدیوی بعدی رو آپلود کنم، یعنی نصف کاراشو انجام دادم ولی نخواستم دیگه همش یه ویدیو بشه که بچه‌های ایران هم بتونن از تو ایران با اون اینترنت ضعیف ببینن و حالشو ببرن. مشی هستید، مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی از شما خداحافظی میکنم. پیس. 6000 in schwarz-weiß mit den schönen Details. Hinten auch wieder das Quote drauf. Und die drei sind Family and Friends Version. Wie viele gibt's?